زیر پای زن جوان مثل هزاران چراغ ریز و افسون کننده می درخشیدند. زن وقتی پایش را روی آنها می نهاد روشن و چون پایش را می کشید خاموش می شدند. قسمتی از آب در کنار ساحل مثل چراغ‌های آبی رنگ می درخشید. او جایی خوانده بود که این پدیده شکوفایی جلبکی نام دارد و اینکه فیتوپلانکتون‌ها پایه غذایی آبزیان هستند و نقش مهمی در چرخه کربن زمین دارند و اینکه آغازیان میکروسکوپی هستند که در لایه‌های بالایی آب‌های دریا و همچنین آب‌های شیرین زمین زندگی می‌کنند و مثل گیاهان که در خشکی فتوسنتز می‌کنند، آنها هم 50% از اکسیژن جهان را از طریق فتوسنتز تولید می‌کنند. آنها از دی اکسید کربن موجود در آب ترکیبات عالی می‌سازند. زن به اینجا که رسید احساس کرد موجودی از جلویش رد و پنهان شد. ولی باز خیالش را از سر گرفت و دوباره مطالبی به یادش آمد. بساط فراوانی که از طریق فاضلاب شهرها، مراکز صنعتی و مزارع پرورش میگو و ماهی وارد محیط دریایی می شود، باعث شکوفایی فیتوپلانکتون‌ها می شود و چنانچه از میزان بساط ورودی به محیط‌های دریایی کم نشود، ممکن است شکوفایی گونه‌های دیگری که سمی و خطرناک هستند به وقوع بپیوندد. آنها عمری کوتاه و به مدت چند ثانیه دارند و هرچه تراکم فیتوپلانکتون‌ها بیشتر باشد، میزان نور بیشتری تابش می شود و در بعضی از سواحل دنیا این موجودات وجود دارند. این افکار زن جوان را بر سر شوق آورد و شروع کرد از روی آنها پریدن و بازی کردن. انگار کودک درونش فعال شده بود. با خود فکر کرد کودکی هم عالمی دارد. دنیای بیخیالی و بازیگوشی.